سیگارت حلال است، چون که ما برادر را میگوییم حرام میگوییم و میگوید دلیل ندارید. دلیل چرا ندارید؟ سیگارت حرام است، ناس حرام است. دلیل صدها دلیل وجود دارد. بعدش دادر تو دلیل نیافته است، من صدها دلیل برای تو مییابم. الله در قرآن نگفته است که وینا حرام است. در قرآن نگفته است کنیاک حرام است. در قرآن نگفته است گیرین حرام است، ککین حرام است. نگفته است. این گونه نامه ها در قرآن وجود ندارد، بلکه الله در قرآن میگوید انما الخمر. ببین خمر حرام، 4 حرف خمر. در زیر کلمه خمر چی داخل می شود؟ ما خامر العقل. هر چیزی که با عقل مبارزه میبرد همش خمر است. چی گیرین باشد، چی ککین باشد، چی نوشاکیش باشد، چی دودیش باشد، هر چی که باشد عقل زائل میکند، عقل دور میکند، آدم از عقل بیگانه میکند، در کلمه خمر داخل میشود. پس در قرآن لازم نبود که سیگارت ناس ذکر شود. پس آن چیزی که به نفسی تو ضرر دارد و آن چیزی که به رفتن پولی تو ضرر دارد و حرام است. حبیب خدا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود میگوید از روی گناه برای شما ای بندگان خدا آنقدر بس است که اگر 1 سامانی تو در خریدن سیگارت یا ناس صرف شود، 1 سامانی. این حق فرزندان توست. خدا در قرآن میگوید که شما بر نفسهای خود ضرر نیارید، با دست خود نفسهای خود قتل نکنید. ما با دست خود ما قتل نمیکنیم. آیا در همون خطیه که همون سیگارت چی نویسانده شده است؟ خطرناک است برای حیات شما. همون بس نیست برای ما، همین بس است. برای حیات خطرناک است. دلیلش برای تو برای آدم همون کلمه روسیه که در قطعه خود سیگارت نویسانده شده است. همون دلیل است خودش. برای همین برادر عزیز گرامی این حرام است. اگر کسی که میکشد در حرام کرده خدا چنگ زده است. اگر طهارت داشته باشد طهارتش میشکند، بازم این پیشگاه خدا در مسئول و گناهگار است. دلیل حبیب خدا سیر حرام است؟ نه حرام نیست. چیسناک میگیم ما شما حلال است. پیاز حرام است؟ نه حرام نیست، حلال است. لیکن حبیب خدا میگه کسی چیسناک میخورد، کسی پیاز میخورد، فلا یصلین معنا. ببین همراه ما نماز نخواند، در مسجد ما داخل نشود، به خاطر که وای بوی میکند، بدبوی است. شخص سیگارت کشد، ناز کشد، آیا بدن او بوی نمیکند؟ دلیل 100 دلیل است به خدا قسم. آدمی که خوف زنا کرده باشد آیا میتواند با دست خودش را آرام کند؟ خب این مسئله هست که بسیاری جوانان سوال میدهند. اگر خوف زنا باشد خدا رحمت کند، بعضی صاحبان کتاب اجازت میدهند که از اوی که انسان به زنا آلوده می شود، به زنا آموخته می شود، با دست خودش را تسکین دهد. اگر این میگوید شرطاش این است که اگر در بین زنها کار میکردگی باشد یا همیشه با زنها هست، هیچ داشتن برای او هیچ قدرت نیست. لیکن شرط دیگرش این است که حبیب خدا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر و احسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. این روایت بخاری است. ای جوانها اگر قوت دارین زن گیرین، زیرا اینکه زن گرفتن چشمهای شما را از نگاه کردن به زنهای بیگانه من میسازد و شما را از زنا کردن نگه میدارد. و اگر شما قوت زنگیری ندارین، شما روزه گیرین تا که شهوتهای شما شکسته شود.
این از فتوایی که من برای شما میخواهم. در کتاب وجود دارد که انسانی که اگر جوانی که با این عمل آموخته می شود بیر نگذشته تا سینی 40 بلند تا 45 اگر با این کار سخت آموختگی باشد تمام دیگر وی از جمله مردها بیرون می شود و این بیماری هست که حتی دیگر بزن وی قناعت کردن نمیتواند. این کار ناخوب است. خدا رحمت کنه شمس الدین ذهبی 7 طایفه را لعنت کردن. حدیث از پیغمبر خدا در باب لواطه کتاب کبایر اجده میارد. یک کسش همون شخصی هست که با دست خودش چیکار میکند؟ حرام میگرداند. حکم نردبازی در دین اسلام چیست؟ حرام است یا حلال؟ حرام است. در آخر در حق من دعا کنید خدا شما را عمر دراز و تن صحت دهد. نردبازی حرام است. خدا را عزیز. السلام علیکم که حاجی مرزا، ما از شما یک خواهش داریم. من و رفیقم جمعه گذشته یک ولوسیپدمان را در همین مسجد گم کردیم. از شما خواهش داریم که اعلام کنید که کسی گرفته باشد برگرداند. التماس خواهش ما را همین جمعه گویید. خیلی شنیدن کسی که اگر با این عمل خیلی نادرست و بدبختانه چنگ زده باشد، البته این حق یک برادر مسلمان برای انسان استفاده بردن او در عبادتش خلل دارد، در زندگیش زلال دارد. پس گردان انشاءالله توبه کن خدا میبخشد. و الا اگر او 50 سوم ایستد یا 100 سوم ایستد لیکن عذاب آیندهش فکر کن. چند جمعه چندین پای افضال ها هم از بین گم شد. بعضی شخص ها اینا را جرته هم میکنند، قصدن هم میکنند برای بدنام کردن مسجد هم. این طریقه شخصان هم وجود دارد. یکی من برای شما گفته بودم که پای افضالایی که ارزش دارن، قیمت دارن، پیشتان بیاریم. در داخل همون یک سلفان اندازین پیشتان در گذاریم. اینش بهتر است. سلام علیکم داملای شیرین سخن. من مخلص اشدی شما می باشم. از شما التماس میکنم و یک درخواست دارم که درباره حضرت یوسف یک جمعه موعظه کنید. ان شاء الله که نوبتش آید. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما با پررگی جواب گردانید. در فصل تابستان هوا خیلی گرم است. بعضی از برادران ما پای افضال‌های به مثل توفلی را پوشیده به مسجد می آیند و در پایهایشان جورابک دارند. البته در آنها میکروب ها پیدا می شود. این میکروب ها به قالین های مسجد می گذرند و باز سر در سجده گذاشته آنها را نفس می گیریم و باعث سر زدن بیماری ها می شود. آیا اجازت هست که ما با خود جای نمازهای مخصوص بیاریم و در روی قالین ها گذاشتن نمازمان را خوانیم؟ بله جایز است دادر عزیز. اگر طبیعت کدام تو طبیعت طاهر باشد، پاکی باشد، بسیار گوییم که طبیعت نازک داریم، خب خوش به حالت. منم جانبدار همین چون طبیعتی هستم که همیشه پاکی و تازگی را طلب کند و همراهی خودت میتونی بیاری جای نماز، بالای جای نماز در نماز خون با گرفته مثلا جای نماز تا بعد. لیکن دادرایی که شما جوراب میپوشین، جوراب پوشیدن نمیتوانی نپوش. با همون جوراب های بویگین و با پای افضال های بویگین مسجد ندارد دادر عزیز. این آزار برادر پهلود می شود، آزار ملائکه می شود. خب داخل مسجد بوی می گیرد، چندین انسان دیگر از این بوی بد نفس می کشند، تو گناهگار می شوی. روز جمعه هست، غسل کنین، خوشبویی ها زنین، پای هاتون تازه شوین. ولی به بعضی برادر زیارت میکنی، باور کن اگر پایش جدا بوی میکند زیر کشش جدا بوی میکند. آخه شکر اینقدر آب ببینین، اینقدر صابون ببینین، آخه چی کم بودی است؟ بدنهاتون تازه کنین، خوشبویی کنین، همراه خود باز یک خوشبویی دائم گردانین. اینقدر خوشبویی در بیرون ها در سودا هستند. گرداندن خوشبویی همراه خود این ثواب است. همراه خود دائم خوشبویی داشته باشید. السلام علیکم داملای محترم، از شما احترامانه خواهش میکردم که با یک چند سوال من پاسخ دهید. برای چی در وقت نام پیغمبر شنیدن از جای میخیزند، در وقت نام الله را شنیدن نمیخیزند؟ که ساده کرده فهمانید. راستی بود من خودم نمیخیزم.
و خیستنش در کتاب مجموعه الفتاوا که خلاصه الفتوا را حواشیش است، خیستن تعظیمی در نام رسول اکرم مکروه میگوید. برای همین صلوات روان کردن واجب است. وقتی نام محمد شنیدین شما صلی الله علیه و سلم گویین. دادارای عزیز، اگر از جات خیزی و صلوات نفرستی تو گناهگار هستی، خیستن تو به تو فایده نمیبخشد. صلوات واجب است. شخصی که زنا کرده گناه کرده به مانند زنا، عرق نوشی، باز آمده در نزد رفیقانش از این کار شرم ندانسته تعریف کند حکم او چیست. ولی بسیار از بنده هایی که عرق نوشی کردند، زناکاری کردند، بدفعلی کردند، باز امروز نشسته همان گناه را لذت شد در بین مردم مسلمان حکایه میکند. حبیب خدا میگوید آن زمانی که شما گناه کردین خدا گناه را نویسان، دویم باره وقتی که تکرارش میکنی باز دویم باره می نویسش. و از گناه باید که ما توبه کنیم، نه لذت بریم. عیب است برادرای عزیز. ولی بسیاری برادرای ما و شما از دوره های شوروی که خیلی با گفت خودشان بسیار لذت و بسیار یک فراهمی به دست آوردن، اونها را باز امروز در بین بعضی همون کلانسال ها در بین کلانسال های خودشان حکایه میکنند. این عیب است به خدا قسم. برای آن گناه ها ماها باید خجالت داشته، شرمندگی داشته باشیم. باید که آب چشم داشته باشیم که خدایا این روزای خیلی بد بالای سر ما نگه داشتیم. سیوم، برادران نمازخوان هستند که ناخن خود را دراز میکنند. در این باره قرآن و حدیث درست نیست. خداوند همیشه این برادرم دعا طلب کردن در حفظ امانش نگه دارد. ناخن‌های دراز میکنند، جوانالی هست یک تا نیم تا ناخن دراز میمانند. این هم عادتی با یگان یهودی است یا نصرانی است یا یگان بدبخت دیگر است. این عادت مسلمان نیست. مسلمان دائم ناخنش باید گرفتگی باشد. ناخن‌ها باید هیچ وقت دراز نباشند. دادارای عزیز، السلام علیکم بابای حاجی. من از ناحیه دنقره به زیارت شما آمدم و شما چند سوال دارم. آیا گندم نو را بریان کردن گناه است یا گندم کهنه را؟ این گپا باید دیگر اینا سفسطه همش افسانه. گندم نو کهنه بریان کرده همش برای بنده مؤمن، همه برای فرزند آدم است. بریان کرده خوردن بگی دعا که خدا صاحب گندمت کنه، دیگه گندم کهنه نوای فرق نداره. خب ما در کارخانه دولتی کار میکردیم، از سببی که به ما معاشمان را نمیدادن ما دست به دزدی میزدیم. آیا ما در این گناهگار هستیم؟ زیرا که تا حال حق ما در کارخانه از 1000 تا 5000 باقی است و گرفتن نمیتوانیم. و رئیس کارخانه امسال حاجی شده آمد. این سال اگر حاجی شده باشد پول شما را اولا برمیگرداند، دویم اینکه اگر معاشم که ندهند دزدی در کجایی که نباشد دزدی هست. حتی که اگر از شما آدمای بیدین و بیدیانتن که دزدی کنین، دزدی هست. برای همین برادرای عزیز در کدام کارخانه کار میکنین دزدی نکنین هیچ وقت، اگرچه معاشم که برای شما ندهند. دزدی گناه هست برادرای عزیز. خب ایشان ها از ملاها چی برتری دارند و در دعاخانه با کدام از اینها پشت گذشته اشان یاری میدهد؟ خلاصه شفا از کجاست؟ برادر ما خیلی برادر ساده. که مسلمان همه وقت ساده می شود، مسلمان زیرک نیست. راستی بار نه ملا را پشتش فایده می کند نه ایشانه، نه با پشت ما نازیم و نه با پشت هامان افتخار داشته باشیم. افتخار با پشت کردن
میلش من شما را باز نمیدارم. اگر پدر شما یگان آدمی خوب گذشتگی بود، بسیار خدمت کرده است، میلش یادش کن گوی بسیار آدمی خوب بود، خدمت کرد، لیکن با وی تکیه نکن. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. پدر لایق تعریف و ستایش است، میلش مثل پدر شو، لیکن با او تکیه نکن که وی در قیامت از تو پشتیبانی کند و او تو را شفا بخشد و او برای تو کمک کند. این در برادر عزیز تکیه نکن. افسوس امروز بسیار برادرای ما و شما ذاتی که لایق تکیه هست، ذاتی که لایق حمد است، اون ذات فراموش کردیم و تکیه بر انسان میکنیم، کمک از آدم میطلبیم. بسیار بسیار نادرست است. برادرای عزیز، من چندین موعظه ها را تاکید کردم، یگانه تکیه بر خدا کنید، از خدا کمک طلب کنید. برادرای عزیز، من برای شما ببین حضرت موسی را مثال آورم. حضرت موسی زمانی که پیغمبر بود، فرعون پادشاه بود. فرعون دعوای خدایی داشت. الله به این بنده ناسپاس خیلی مهلت دراز داد تا زمانی که انا ربکم الاعلا گفت، من خدای بزرگ هستم گفت. تا همین زمان الله این ناکسه مهلت داد، شاید که روز از روزها به سوی الله بازگردد، لیکن نگشت. وقتی این سخن گفت، الله در خشم شد، در غضب شد. حضرت موسی را فریاد زد، گفت اذهبا الی فرعون انه طغى. سوره طه آیت های 41 42 43 همچنان است. اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خداوند به موسی امر کرد، ای موسی، برادرت هارون بگیر، به قصر فرعون برو، فقول له قولا لینا. این عبرت برای واعظه است. وقتی که با فرعون روبرو میشوی، ویا دشنام نده، ویا ناکس و بدبخت نگو، بلکه با او با سخن نرم صحبت کن، با سخن نرم، درست معامله نکن. ولی بسیار پیشواهای ما در موعظه هامان بعد سخنهای درست استفاده میبریم، سخنهای قبیح استفاده میبریم که این اسلام رخصت نمیدهد. با موسی که دعوای خدایی کرد، ملایم رفتار کن، با سخنهای نرم و یا به سوی الله دعوت کن که تو بنده خدا هستی، تو خدا نیستی. حضرت موسی چی گفت؟ ببین، قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسی چی میگوید؟ پروردگارا پیش فرعون رو. گفت بله پیش فرعون برو. گفت پروردگارا من میترسم این که مبادای فرعون بالای من قهر و غضب نکند، میترسم. الله چی گفت؟ اکو یاری رسانه ببینین، کمک رسانه ببینین. اگر حضرت موسی با پدر و با برادر و با همون خیش و قومیتش تکیه میکرد، به خدا قسم فرعون تیکه تیکش میکرد. لیکن الله چی گفت؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. موسی گفت رو گفت به پیش این جاهل، آزاد گفت، پاسباناش نپرس، راست به داخل قصرش درا گفت، ناترسیده گفت اننی اسمع و ارا، من که پروردگار تو هستم، رفتن تو را به قصر میبینم و صحبت تو را گوش میکنم، من همراه تو هستم، نترس. ببین موسی وقتی این موجزه را، این بشارت که از خدا گرفت، دیگر برای موسی
اون پاسبان ها و آن راهزن هایی که اطراف فرعون گرفته بودند هیچ تکانی نداد. ببین وقتی که موسی نزد فرعون در آمد، بشارت پروردگار الله در نظارت این مجلس قرار دادگی است، الله نگاه دارد. فرعون چی میگوید؟ فرعون رد کرد، فرعون قبول نکرد که داره استفاده ببرد. موسی گفت من قوه هر چیزی که دارم الله دارم. و گفت میلش هر چیزی که داره به میدان برار. ببینید دویم حکمت، ببینید دویم بزرگی الله را شما تماشا کنید برادرای عزیز. 70 تن از جادوگرها را فرعون جمع کرد، جادوگرهای وزنین ترین سخت ترین. میدان روز عید بود، همه جمع شد. حضرت موسی گفت چاش در وقت چاش گفت مردم جمع کنید روشن شود تا که مردم قدرت الله را با چشم ببینند. حضرت موسی یک عصا در دستش داشت، معجزش این بود که وای اژدهار میشد، هر چی که می آمد تناولش میکرد، نابودش میکرد. 70 تن. این قصه قرآنی است، والله علم سوره صافات است. تمام 70 جادوگر گفتن اول شما شروع کنید. موسی گفت نه شما شروع کنید، هر چی دارین گو شروع کنید. بعد جادوگرها ریسمانها داشتن، عصا داشتن، چوب داشتن، سر دادن در میدان. وقتی که سر دادن همگی اون اژدها رو مار شد، هجوم به سوی حضرت موسی کردند. حضرت موسی را مفسرای قرآن در قرآن میگویند که وجودش ترس فرا گرفت، ترسید. لیکن الله چی گفت؟ لا تخف انک انت الاعلی. ای موسی نترس، تو بالای اینها غالب میآیی، بی پروا باش، عصا تا سر گفت. وقتی عصا را حضرت موسی سر داد، همگی ریسمان و آن چیزی که در همون میدان بود همش نابود کرد، تناول کرد. ببین کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. الله اگر با این پشت اگر ارواحش و باباش بیچاره تکیه میکرد، باور کن خدا دانا بود که اونجا چی حادثه رخ میداد. حضرت ابراهیم علیه السلام، نمرود دعوای خدایی کرد، آتش افروخت. میدان عراق در عراق مفسرای قرآن میگویند عراقی که امروز بیچاره‌های مسلمان سرسان و سرگردانند، عذاب دارن، مشقت دارن. خدا همه آن دهشت و وحشت از ملک اونها برداشته گرداند. روز آسوده و روز خوش خدا برای مسلمانای عراق هم نصیب گرداند. و هر کسی که برای مسلمان چاه میکند، بر پیش او میخواهد که در عذاب مسلمان رو برو شود، خدای در چاه کندگیشان خودشان خدایا داخل گرداند. آتش کلان افروختند، آنچنان کلان بود که پرنده ها در آسمان دیگر پرواز کردن می توانستند. ابراهیم آوردند، باید در آتش پرتایند، لوچش کردند. نمرود میگه وقتی که زینت ابراهیم، زیبایی ابراهیم دید، گفت ابراهیم اینقدر زیبا هستی تو، چی می شود که تو از همین دعوای خودت گردی و مرا خدا گویی تا که من تو را در آتش نپرتام؟ حضرت ابراهیم گفت زر خالیس هیچ وقت در آتش نمی سوزد. قصه کوتاه، حضرت ابراهیم در صندوق انداختند، اکنون حواله میکنند باید که در بین آتش دمد. وقتی در آسمان برداشتنش، میکائیل آمد، میگویند میکائیل، ملائکه شمال و ملائکه برف و آب همه در دستش. گو ابراهیم اگر خواهی گفت الحال ابر را پیدا میکنم، تمام این آتشی که چند ماه میسوزد به خاکستر مبدل میگردانم. ابراهیم گفت قسم به خدا من به تو احتیاج ندارم، قسم به خدا گفت من به تو احتیاج ندارم. گفت ملائکه شمال آمد، ابراهیم خواهی اگر همین آتش به خدا قسم در خانه آن دشمنهای تو همگیش داخل بکنم. گفت قسم به خدا به تو هم گفت احتیاج ندارم.
میگه جبرائیل علیه السلام به طاقت شد، خدایا مرا رخصت نمیدهی که تا که به ابراهیم کمک کنم. وقتی جبرائیل میگه پایان شد، گفت ابراهیم گفت من برای کمک تو آمدم. کمک میخواهی؟ گفت آن اللهی که مرا آفرید، آن الله با علم خود میداند که ابراهیم در کدام احوال قرار دارد. و این خاطر دعا میکنم که انت واحد فی السما و انت واحد فی الارض. خدایا تو یگانه در آسمان هستی، خدایا تو یگانه در زمین هستی. سبحانک لک الحمد، پاک هستی تو، از برای تو حمد است، از برای تو ستایش است. هرچی که اگر پستی زدم الله فقط به تو رو می آرم. خدای خود رو دیده ایستاده ای. ببین وقتی الله صدای ابراهیم شنید و این آتش چی گفت؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش گفت زمان ابراهیم در داخل تو میزند، برای ابراهیم من خنک شو و چمنزار بگرد. آتش به همون چی شد؟ روبرو شد. کمکی کرد؟ الله کرد. برادر عزیز و گرامی، قصه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابو جهل چی پلان کشید؟ شب نابود میکرد پیغمبری خدا را. لیکن الله چی گفت؟ ای حبیبی من، یک خاک در دستت بگیر، بیرون شو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. شفت کن بالای چشم این مشرکا پرتاب. کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. وقتی در غار در آمد، ابوبکر صدیق میلرزید از جانب رسول اکرم. لیکن رسول اکرم چی گفت؟ لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نترس، گفت چی میگوی در حق دو نفری که سیوم او خدا باشد؟ چی میگوی؟ چی میترسی؟ برادرای عزیز، هیچ وقت تکیه بر هیچ کس نکنیم، فقط روی به خدا بیاریم، فقط کمک از خدا طلب. اگر جمله جهانم خصم گردد نترسم چون نگهبانم تو باشی. شاعر میگوید اگر جمله جهانم خصم گردد، همه دنیا اگر دشمنی من شوند، نترسم چون نگهبانم تو باشی. هیچ وقت نمیترسم زمانی که نگهبانم تو باشی. زی شادی در همه عالم نگنجم، اگر یک لحظه غمخوارم تو باشی. اگر یک لحظه غمخوارم باشی، به خدا قسم دنیا و آخرت برای من شادی می بخشد، برای من شادی می آرد. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد. در آشخانه شهر کراچی پاکستان نشستگی بودیم، آشخانه افغانه ها بود. در همون دیوال همین مصرع ها را من یافتم، از همونجا کتابت کردم. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت زکی میخواهی آنجا که خدا باشد. آنجایی که خدا هست حاجت به کی میبری؟ دادر عزیز، آخر نخواه که همین چوی توغ برای تو فایده بخشد. کی بیدار میشه؟ کی از همین شرکیات شما دور میشین؟ نخواه جای خدا باشد یک موره چشمی در گردن گاو تو، در گردن خود تو، در گردن کودک تو، در گهواره های کودک کشال باشد. آخر شما نخواه که از این چیزهایی که غضب خدا را بیدار بکند شما رجوع به منها کنید. دادر عزیز، رو به خدا بیارید، از خدا کمک طلب کنید، انشاءالله الله شما را کمک میکند. دادر عزیز، نه ایشان پشتش کمک میکنند نه ملا را. کمک کننده ما الله هست. السلام علیکم حاجی میرزا. سوال من تکرار است، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گویید. پیشوای عزیز، در مسجد ما نماز خفتن را 1 ساعت بعد از نماز شام میخوانند و ما با مؤذن میگوییم چرا 1.5 ساعت نمیایستید؟ مؤذن با ما میگوید که طاقت نداریم، اما اذان را میشنویم لیکن نمیرویم. ولی میخواهیم که